سلام به دانش آموز عزیز. امروز با آموزش ضمیر در خدمت شما هستم. بچه‌ها میخوایم ببینیم که ضمیر چیه؟ ضمیر واژه و کلمه‌ای که میاد جانشین اسم میشه و از تکرار اسم جلوگیری میکنه. ضمیرها دو دستن، یا متصلن یا منفصل. بچه‌ها منفصل یعنی جدا. به طور مثال وقتی من دارم متنی رو می‌نویسم میگم علی به خانه آمد، دیگه ادامهش نمی‌نویسم علی به خانه آمد و علی لباسهایش را شست و علی غذا خورد. بچه‌ها میگم علی به خانه آمد و او غذا خورد. ببین از تکرار مدام اسم میام خودداری میکنم و میذارمش کنار. پس ضمیر جانشین اسمه که از تکرار زیاد اسم جلوگیری میکنه. ضمیرها یا متصلن یا منفصل. متصل یعنی چی؟ یعنی میچسبه به اسم، مثل تشه مان تان شان، کتابم کتابت کتابش، کتابمان کتابتان کتابشان. ضمیرهای منفصل یا جدا، من تو او، ما شما ایشان یا آنها. خب بچه‌ها برای چی من ضمیر رو به شما معرفی کردم؟ وقتی شما ضمیر رو بشناسید توی تشخیص در واقع ترکیب ها به کارت میاد. چون ما گفتیم زمانی که یه اسم با ضمیر میاد بچه‌ها تشکیل چی میده؟ تشکیل ترکیب اضافی. مثل چی؟ کتاب او. بچه‌ها اسم دارم با ضمیر منفصل. پس زمانی که من یه اسم و ضمیر منفصل دیدم میگم این ترکیب اضافی هست. متنمو میخونم به کلمه گلم میرسم. بچه‌ها گلم اسم با ضمیر متصله. ما گفتیم ضمایر چه متصل چه منفصل ترکیب اضافی درست میکنم. پس این ترکیبم اضافی هستش. پس بچه‌ها امروز با ضمیر آشنا شدید، فهمیدید که ضمیر جانشین اسمه، از تکرار اسم جلوگیری میکنه و ضمیرها دو دستن، متصل و منفصل و ترکیب اسم و ضمیر در واقع ترکیب اضافی هستش.